در همین اروپا کشاورزان شما هم اینجا قرار داریم، ما هم تمام قشرهای جامعه شرایط دسترسی به یخچال‌ها و یعنی چیزای خنک‌کنی دارد و لیمیتی برق هم نیست، در همه وقت میتونه که ذخیره کنه، ولی شما کسی را پیدا نمیکنید که حتی یک هفته نه ذخیره کنه، چون میدوند که وظیفه دولت است، وظیفه حکومت است که اونا هر کاری میکنه تامین کنه با اون معاش خوبه که خودش از دولت میگیرد، او وظیفه‌اش از میره کار میکنه، حتی یک روزش بعضا ذخیره نمیکنن، میرون تازه میخرن میارن. وقتی که این شرایط ندارد، از عهده اداره حکومتداری نمیبراید حکومت تاجیکستان امام رحمان و از صبر و شکرگزاری مردم ما سوء استفاده میکنند، بعد مردم ها میگن که توصیه میکنند شما ذخیره 2 ساله کنید، اونم چی ذخیره کنید؟ جواری مکه و لوبیا.